یک بار برای همیشه مفهوم ارتعاش و فرکانس رو تو زندگی درک کن. ارتعاش تمام کارهایی که انجام میدی. پس اگر میخوای تغییرش بدی باید بدونی چطور. کافیه ظاهرت رو تغییر بدی، رنگ لباسات رو تغییر بدی، شغلت رو تغییر بدی و ارتعاش واقعیت زندگی توه. تو چیزی هستی که با انرژیت انجامش میدی و مرتعش شدن یعنی به حرکت در اومدن افکارت، حسات، اعمالت و افرادی که باهاشون در ارتباطی. موزیک هایی که گوش میدی همشون درون تو میان و تو بیشتر ازشون جذب میکنی. نمیشه توی گل راه رفت و گلی نشد. با کی وقت میگذرونی؟ راجع به چی حرف میزنی و به چی گوش میدی؟ تو هر لحظه در حال تغییر میدان انرژیت هستی. چی به اون انرژی اضافه میکنی؟ در چه سطحیه؟ رو به بالاه یا رو به پایینه؟ این که در چه سطحی باشه میشه فرکانس و برمیگرده به سطح احساسی که تو زندگی میکنی و کیفیت زندگی تو مشخص میکنه که دکتر هاکینگز توی نمودارش اومده این رو دسته‌بندی و طبقه بندی کرده که از سطح احساسی پایین که احساس شرم و ناامیدیه به بالاترین احساس که روشنگری و روشنضمیریه دسته‌بندی و تقسیم شده. ارتعاش و فرکانست رو در مداری قرار بده که شخصی که میخوای باشی، اون زندگی که میخوای بتونی تجربه کنی و بهش نزدیک باشه. چون چیزی که ارتعاش و فرکانست باشه دقیقاً تو میشی. چیزی که میخوای و همین جنس به زندگی جذب و دعوت میکنی. راه تغییرش اینه هر لحظه آگاه باش به این که انرژیت رو کجا خرج میکنی و چی برای تو میاره. توی آموزه به سوی نور که رایگان در اختیارته بهت آموزش دادم چطور ارتعاش و فرکانست رو بالا ببری و وارد ابعاد آگاهی بالاتر بشی. کافیه من هستم رو تو کامنت ها ارسال کنی تا برات به صورت اتوماتیک دایرکت بشه.